خیلی سخته وقتی با که بشینی درد دل کنی، ولی اون به جای این که بهت امید بده بیشتر با حرفاش داغون میشی. ولی خیلی سخته که همون لحظه یاد کسی بیفتی که تمام حرفات براش درمان بود ولی تمام نگاش برات درد. خیلی سخته یاد اون کسی بیفتی که تمام دنیات بود ولی تو براش مثل یه نخ سیگار. خیلی سخته وقتی یاد اون روزایی بیفتی که همه بهت میگفتن فراموشش کن، اون آخرش تو رو تنها میذاره ولی تو هیچ وقت حاضر نبودی برای فراموشی نگاش. خیلی سخته که ببینی آخرش چطور تو رو تنها گذاشت و حتی سراخی هم ازت نمیگیره، حتی بهت فکر نمیکنه. ولی وقتی برای دلتنگی بهش زنگ میزنی و میبینی با دل سردی باهات حرف میزنه، چقدر داغون میشی. پس همیشه دنبال کسی باش که برای خودت باشه، نه الکی دیوونه حرفات.